الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عید قربان برای هر یکی ما و شما مبارک باشه. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه. انشاءالله که فردا که عید قربان است، این روز خوش به حال شخصانی که این روز روزه گرفتن. یکی از بهترین روزها این روز عرفات است. خداوند تمام عملهای ما و شما را به درگاهش قبول فرماید و تمام گناهان ما و شما را عفو و مغفرت بگرداند و تمام بیمارایی که بیماری کرونا ویروس هستند، که بیماری روحی هستند و چی بیماری هستند، خداوند تمام بیمارا را شفای کامل عاجل از خزانه غیب شفای کامل عاجل عطا فرماید. برادران عزیز، بیماری روحی در جامعه به نهایت زیاد شدگی است. در حقشان دعا کنید که خداوند شفای کاملشون بده. به نهایت زیاد هستند. روزش نیست که 3-4 کسر نخونیم. برای اونی که همین بیماری روحی برای ما و شما ضرر نرسانه، یکمش که نماز باید ترک نکنیم، بی نماز نباشیم. که بسیاری برادر هستن زنگ میزنن یا که با واسطه واتساپ میگن بمور اتحیات روی که بخون کلاسای روی که نخونده میتونیم، ننویسته نماز خونده نمیتونیم. اتحیات کلاسای روی که تو گوش کنیم ازیاد کنیم. الله مصاب بسیاری هستن. برای اونی که بی نماز نباشیم، که چنان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امر کرده که فرزندهای خود را از 7 سالگی با نماز امر کنید. بله، فرزند عزیز است، یکی باید اونها را ما تربیت خوب بدیم. از 7 سالگی باید امر با نمازشون کنیم. از 10 ساله اوسه اگر که نماز نخواندن باید بزنیمشون که تا اینکه نماز را بخوانند. خب برای اونی که بیماری روحی برای ما و شما گرفتار نشیم، مبتلا نشیم، یکمش که یعنی نماز باید ترک نکنیم. یک دیمش که باید یعنی شبها توقع نگردیم. یعنی انسانی ناپاک داخلش میشه، یعنی جنوب گشتن، یعنی از حالت ترسیدن سخت. بعضی هستن برادرای ما و شما که در پشتی دیوالی که در گونج میستن، وقتی که من ریسک داد میزنم و میترسونم، در این حالت هم جن داخل میشه. در حالت زیق، از حد گذشتن، زیقی کردن، از حد خرسندی بلند کردن، موسیقی بلند گوش کردن، از لذت بردن موسیقی، در این حالت ها هم جن داخل بدن انسان میشه. و اون خاطر برای اونه که همین بیماری در گرفتار نشیم، دعای رسول خدا صلی الله علیه و سلم را نیز ازیاد کنیم. هر سحر 3 مرتبه و هر بیگاه 3 مرتبه بخونین. امیدوار هستیم که انشاءالله که بر این بیماری روحی گرفتار نمیشین. دعا چنین است، اگر که 10 مرتبه بخونیمش 1 دقیقه ما و شما را نمیگیره. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. او ایسته میخونم، میتونین که پاوز کنین و بنویسین، ازیادش کنین. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
3 مرتبه خوندن و این دعا را نیز بخونین. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. این دعا را 3 مرتبه بخونید و بعد هر یک نماز این دعاها را نیز از زیاد کنین بخونید. شما در هر یک کلمه اینها ثواب میگیرین. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. و این دعا را بعد هر یک نماز بخونید. انشاءالله که برای شما یگانچه ضرر نمیرساند. و نیز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشون فرمودند که من صلى صلاة الصبح هو في ذمة الله. هر شخصی که نماز صبح را بخواند، یعنی نماز بامداد، نماز فجر را بخواند، برای او یگانچه ضرر نمیرساند. و مخاطب دوستان عزیز، هر کجا و کنار زمین نباشین، با نماز باشین، با ذکر یاد عبادت الله باشین، و در امان الله باشین. از دعای صالحتان فراموش نکنین ما را. و درس‌های ما گذشته سن حضرتا در زیر همین ویدیو سیلکه موندگی بدرویم، یعنی از درس‌ها خفا نمونیم. هر روز انشاءالله حرکت میکنیم، حداقل یا درسی بگذارونیم. انشاءالله که درسی سیم را شروع میکنیم این روز. و برای اونی که شبها خوابهای بد نبینین، سوره فاتحه را 7 مرتبه بخونید. دوستای خود را این گونه بکنید و سوره فاتحه را 7 مرتبه بخونید. اولی بقره را الف لام میم تا اولئک هم المفلحون بخونید. بعد آیت الکرسی بخونید 3 مرتبه یا اینکه 5 یا اینکه 7 مرتبه. بعد آمن الرسول بعد 3 مرتبه یا 5 مرتبه 7 مرتبه چی قدر که بسیار بخونید همون که منفعتش خوبه. بعد قل یا رب بخونید قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخونین. در دست خود شوف کنین هر کجایی که دستاتون میرسه در بدنتون همون جا را بشکین. انشاءالله که سحر و جادو برای شما ضرر نمیرسانه. و از دعای صالحتون ما را فراموش نکنین. باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلین و الحمد لله رب العالمین. دوستان و برادران عزیز، همیشه با دعا باشیم که خداوند ما و شما را اهل القرآن و اهل الله و خاصه بگرداند. السلام علیکم.